بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان آفرین. متعلمین عزیز سلام علیکم. مانده نباشین. خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ خیرت است؟ جور تیار هستین؟ خوشحال هستم که باز یک جلسه دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. طبق معمول درس شیرین تاریخ را شروع میکنیم. خب فصل چهارم جلسه 55. عنوان این درس ما است تشکیل سازمان ملل متحد. خب ما در این درس راجع به ضرورت سازمان ملل متحد بیشتر اطلاعات پیدا میکنیم و همین قسم راجع به زمینه‌های ایجاد و تأسیس سازمان ملل متحد بیشتر معلومات حاصل میکنیم. خب تشکیل سازمان ملل متحد به تصویر آرم سازمان ملل متحد هم میبینین که تصویرش اینجا با رنگ تقریبا زرد مانند گذاشته. در جریان سال 1945 میلادی جامعه ملل الغا گردید و بعد از الغای جامعه ملل در جریان سال 1945 میلادی نمایندگان کشورهای متفق که برنده جنگ جهانی دوم بودند اینا جمع شدن تا با هم تصمیم گیری بکنن درباره موقعیت جهان پس از جنگ، چون اینا داشت به پیروزی میرسید یا به پیروزی رسیده بودن، اواخر جنگ بود. خب اینا برای جهان پس از جنگ باید برنامه ریزی میکردن، خصوصا که جهان دو تا جنگ بسیار ویرانگر و مخرب را که پیامدهای بسیار خب مضر داشت به جهان پشت سر گذاشته بود، هم به کشورهایی که مستقیما شامل جنگ بودن و هم به کشورهایی که مستقیم شامل جنگ نبودن ولی باز هم پیامدهای اقتصادی بسیار منفی به اونها خب نمایان گشته بود. به این خاطر اینا تصمیم گرفتن که برای جهان پس از جنگ تصمیم گیری کنن. بعد از این در این مذاکرات خود یا در این تصمیم خود به این نتیجه رسیدن که بله یک سازمان جهانی را نیاز دارن که تأسیس بکنن و همه اعضای کشورهای متفقین در این نشست با هم تعهد کردند که برای برقراری صلح و همکاری بین ممالک مختلف جهان خب یک سازمان جدید را تأسیس بکنند که بعدها همون نام سازمان ملل متحد را به خود گرفت. خب متفقین همچنان در این جلسه تصمیم گرفتن که پیرامون وضعیت کشورهای محور که کشورهای شکست خورده در جنگ جهانی دوم بود نیست تصمیم گیری کنن و همین قسم خب بالاخره متفقین تصمیم گرفتن که سازمان ملل متحد را تشکیل بدن. 50 نماینده 50 کشور که در جمع کشورهای متفق بود با کشورهای متفقین اصلی که گفتیم چند قدرت اصلی جهان بود، انگلیس و فرانسه و شوروی و آمریکا. اینا از ماه آپریل تا ماه جون سال 1945 میلادی در سان فرانسیسکو دور هم آمدن و برای تصمیم گیری جلسه کردن و بالاخره به سر یک منشور برای سازمان ملل متحد برای یک سازمان جهانی اینا به توافق رسیدن که این منشور در 19 فصل و 111 ماده تدوین گردید. بعد اساسنامه دیوان بین المللی محکمه لاهه هم در همین جلسه تصویب شد و به عنوان جزء لاینفک سازمان ملل متحد قرار گرفت. تمام این 50 کشور که امضا کردن اینا همه به سازمان ملل متحد به عضویتش در آمدن و عضویت سازمان ملل متحد را پذیرفتن و تمامی اعضا توافق کردند که برای حفظ صلح در جامعه جهانی و بین ممالک و جامعه بشریت و همین قسم پیشبرد حقوق برابر و حاکمیت ملت ها در ممالک جهان خب اینا به توافقات رسیدن. در این قسمت هم توافق کردن و همچنین خب همکاری های بین المللی را بینشان در این جلسه تضمین کردن. ساختار سازمان ملل متحد چطور است ببینیم. عکسی هم که به تصویر میبینین عکس خب ساختمان سازمان ملل متحد، ساختمان فعلیش است. سازمان ملل متحد دارای یک شورای بزرگ است. شورای بزرگ که در واقع یک شورای عمومی است که از این شورای عمومی تشکیل شده و تقریبا نمایندگان کشورهای عضو
همه خب عضویت این شورا را دارن، اما قدرت واقعی و اصلی و اجرا کننده های اصلی این شورا یا گردانندگان و تصمیم گیرندگان اصلی سازمان ملل متحد و در داخلش این هسته یا این شورای یک هسته ای است یا یک حلقه به نام شورای امنیت. خب شورای امنیت تصمیم گیرندگان اصلی سازمان ملل متحد است. شورای امنیت 11 تا عضو داره، 6 تا عضوش دائم نیست، انتصابی یا انتخابی است که همیشه اینا انتخاب میشه برای یک مدت معین، ولی 5 کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است. کون 5 کشور باز همون تقریبا میشه گفت 5 کشور است که در جنگ جهانی دوم جزء کشورهای متفقین بودند و در رأس کشورهای متفقین قرار داشتند. ایالات متحده آمریکا، انگلستان، فرانسه، روسیه و چین این 5 کشور را تشکیل میدن. خب چگونگی رأی گرفتن در شورای امنیت چطور است؟ ببینید شورای امنیت رأیش بر اساس اکثریت آرا انتخاب میشه. در صورت که هر قطعنامه‌ای که در شورای امنیت به تصویب برسه، خب رأی این 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد اونجا حتما لازم است که باید باشد. در غیر اون صورت هر کدام از این 5 کشور که عضو دائم سازمان ملل متحد است اینا میتونه که اون قطعنامه را نپذیره و کاملا رد بکنه. این حق را دارن و در این حق به این حقی کشورها میگن حق ویتو، یعنی اینا میتونن ویتو بکنن و هیچ تصمیمی را اونجا نپذیرن. تمام این 5 کشورها گفتیم هر کدامش به صورت جداگانه از این حق برخوردار هستند. ساختار اصلی سازمان ملل متحد، خب ساختار اصلیش چگونه است؟ شورای اقتصادی و اجتماعی، محکمه بین المللی که پیشتر هم توضیح دادیم لاها که جزء لاینفک این سازمان است و همین قسم سرمنشی کل سازمان ملل متحد ساختار اصلی سازمان ملل متحد را تشکیل میده. متفقین برای اداره فوری اوضاع جهان پس از جنگ جهانی دوم و همین قسم برای انکشاف و توسعه غیر از سازمان ملل متحد دست به ایجاد یک سری سازمان‌های جهانی دیگر هم زدن. سازمان‌های متعدد بین المللی ایجاد کردن. چرا ایجاد کردن اینا را به ایجاد کردن که هدفشون از ایجاد سازمان‌های جهانی غیر از سازمان ملل متحد خب انجام فعالیت‌ها در کشورهای مختلف جهان بود. پیدایش سازمان ملل متحد در مجموع مرهون اقدامات متعدد است که هر کدام از این اقدامات در تشکیل و شکلگیری سازمان ملل متحد 100% مؤثر بوده و نقش خودش ایفا کرده. از جمله اقداماتی که گفتیم در تشکیل سازمان ملل متحد مؤثر بوده و نقش بسزا ایفا کرده به ترتیب زمانی چند تایش در کتابتان به صورت فهرستوار بیان کرده. یکی صدور اعلامیه بین المتحدین است، دیگری منشور آتلانتیک است و اعلامیه ملل متحد و کنفرانس های مسکو و تهران. اینا به ترتیب هر کدام در تشکیل سازمان ملل متحد نقش مؤثر داشتن و همین قسم کنفرانس های دانبارتن اوکس، یالتا و نهایتاً سان فرانسیسکو که اینا را میشه به عنوان اقدامات مؤثر در تشکیل سازمان ملل متحد نام برد که یک تعداد اینا را در این درس ما براتون بیشتر توضیح میدیم. کنفرانس دانبارتن اوکس چی کنفرانسی بود؟ ببینیم که گفتیم در تشکیل سازمان ملل متحد مؤثر بود. خب این در واقع کنفرانس بود که درباره سازمان صلح و امنیت بین المللی در واشنگتن به وجود آمد. خب کنفرانس دانبارتن اوکس نام کنفرانس است که در اوت سال 1944 میلادی در ملک دانبارتن اوکس در شهر واشنگتن دی سی برگزار گردید. موضوع کنفرانس بازم ترتیبات مربوط به ایجاد سازمان ملل متحد بود و در این کنفرانس کشورهای امریکا، شوروی، بریتانیا و جمهوری چین شرکت داشتند. در این کنفرانس
در همین کنفرانس بود که حق ویتو برای این 5 کشور تصویب شد. 5 کشور که در این کنفرانس هم ظاهرا حضور داشتن. خب کنفرانس دیگه که در تشکیل سازمان ملل متحد بسیار تاثیرگذار بود کنفرانس یالتا بود. خب کنفرانس یالتا چی بود ببینیم؟ کنفرانس یالتا یا کنفرانس کریمه کنفرانسی بود که چند ماه پیش از پایان جنگ جهانی دوم از 4 تا 11 ماه فوریت در سال 1945 میلادی به مدت 8 روز در کاخ تظاهرها در شهر یالتا واقع در شبه جزیره کریمه برگزار گردید. در این کنفرانس کیها حضور داشتن ببینن؟ در این کنفرانس هم روزولت رئیس جمهور اون زمان امریکا و وینستون چرچیل که صدر اعظم انگلستان بود و در واقع رهبر و تصمیم گیرنده انگلستان در جنگ جهانی دوم بود و از طرف دیگه هم استالین که رهبر شوروی در زمان جنگ جهانی دوم بود. اینا حضور داشتند. بیشتر در این کنفرانس درباره سرنوشت کشورهای اروپایی پس از پایان جنگ جهانی دوم به بحث و گفتگو و تصمیم گیری پرداختند. این کنفرانس پس از کنفرانس تهران که در 1943 میلادی دایر شده بود و قبل از کنفرانس ژانویه سال 1945 میلادی برگزار گردید. خب عکس هم که میبینین مربوط کنفرانس های که برای تشکیل سازمان ملل متحد اقدام میشد. ببینین در این کنفرانس که 3 تا از رهبرا حضور داشتن، استالین، روزولت و چرچیل در کنفرانس است که در ایتالیا بوده. ببینین خب کنفرانس سان فرانسیسکو در آوریل سال 1945 میلادی در شهر سان فرانسیسکو این کنفرانس دایر گردید. در این کنفرانس 50 کشور شرکت کردند. خب منشور سازمان ملل متحد و طرح‌هایی که در کنفرانس دانبارتن اوکس تهیه شده بود در همین کنفرانس در سان فرانسیسکو خب اینا کاملا به تصویب رسیدن و سازمان ملل متحد رسما به صورت رسمی در اینجا اعلان گردید. ریاست این کنفرانس یک دیپلمات امریکایی به نام آلجر هیمز یا آلجر هیس بر عهده داشت. خب حق وتو به 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در این کنفرانس که قبلا طرح شده بود در این کنفرانس به تصویب رسید. منشور آتلانتیک چی بود ببینین؟ نام بیانیه مشترکی بود که وینستون چرچیل صدر اعظم زمان انگلستان و روزولت رئیس جمهور آمریکا در اوت سال 1941 میلادی در ایام جنگ جهانی دوم خب اینا منتشر کردند. نام این منشور اشاره به اقیانوس اطلس دارد که میگه منشور آتلانتیک گرفته شده از اقیانوس اطلس است، به او خاطر آتلانتیک میگن. مذاکرات سری بود که در این بیانیه مذاکرات سری بود که در کشتی نیروهای دریایی امریکا صورت گرفت به نام آگوستا در سواحل نیوفنلند ای انجام شد. اعلامیه ملل متحد اعلامیه است که در تاریخ 1 ژانویه سال 1942 میلادی از سوی نمایندگان 4 قدرت اصلی متفقین یعنی امریکا و انگلستان و اتحاد شوروی و چین امضا گردید تا قبل از پایان جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد از عنوان ملل متحد برای متفقین و امضا کنندگانش در واقعیات میشد، بیانگر اون بود. اما بعد از پایان جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد خب سازمان جهانی تأسیس شد و تحت عنوان سازمان ملل متحد عملاً فعالیتش آغاز کرد. خب به پایان درس رسیدیم عزیزان، به سوالات درس دقت کنین. سوال اول، سازمان ملل متحد چگونه تشکیل گردید؟ بله، در جریان سال 1945 میلادی نمایندگان کشورهای متفق برای تصمیم گیری درباره جهان پس از جنگ توافق کردند تا یک سازمان جهانی تأسیس شود که به صلح، همکاری و سرنوشت کشورها با هم تصمیم گیری کنند و همان بود که سازمان ملل متحد تشکیل گردید. سوال بعدی، چند کشور اعضای شورای امنیت دائمی سازمان ملل متحد را تشکیل می‌دهد؟ بله، 5 کشور: امریکا، روسیه، انگلستان، چین و فرانسه. خب سوال بعدی، سازمان ملل متحد در کدام سال عرض اندام نمود؟ بله، در سال
1945 میلادی سازمان ملل متحد تشکیل گردید. سوالات کنکور عزیزان دقت کنید. سوال اول مربوط فرم اول غزنی است. در جنگ جهانی دوم ژاپن در کدام سال تسلیم شد؟ گزینه‌ها را می‌بینیم. 1945 میلادی، 1944 میلادی، 1946 میلادی یا گزینه چهارم هیچ کدام. کدام گزینه جواب صحیح است؟ جواب صحیح را با هم می‌بینیم. ولی گزینه اول 1945 میلادی جواب صحیح سوال است. سوال بعدی سازمان ملل متحد در کدام سال عرض اندام کرد؟ مربوط فرم اول فاریاب است. گزینه‌ها را می‌بینیم. گزینه اول 1942، گزینه دوم 1944، گزینه سوم 1947 و گزینه چهارم 1945 میلادی. جواب صحیح را با هم می‌بینیم. بله، گزینه چهارم 1945 میلادی جواب صحیح سوال است. سوال بعدی در کدام جنگ 40 میلیون انسان کشته شد؟ سوال مربوط فرم دوم لوگر است. گزینه اول جنگ جهانی اول، گزینه دوم جنگ جهانی دوم، گزینه سوم جنگ میوند، گزینه چهارم هیچ کدام. خب گزینه درست کدام است؟ جواب درست با هم می‌بینیم. گزینه دوم جنگ جهانی دوم جواب صحیح سوال است. رسیدیم به قسمت فعالیتتان عزیزان دقت کنین. بخش اول فعالیتتان در مورد سازمان‌های بین المللی بیشتر معلومات حاصل نمایید. بخش دوم در مورد اهداف سازمان ملل متحد بیشتر تحقیق کنید. بخش سوم خلاصه درس را لکچر دهید و بخش چهارم برای آمادگی بهتر درس بعدی را از روی کتاب پیشاپیش بخوانید و کلمات جدید و مشکل آن را نشانی نمایید. از این منبع میتونین استفاده کنین. تاریخ جهان نو جلد دوم نوشته رابرت روزولت پالمر. میتونین از این منبع هم استفاده کنین. خب متعلمین عزیز خسته نباشین. تا جلسه بعد همتان به خدا مسپارم. به امان خدا. خدا نگهدار.